تاریخ سقوط هیچ امپراتوری ناگهانی نیست. هر فروپاشی با مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک آغاز می‌شود، غفلت‌هایی که جمع می‌شوند و فرمانروایی که قدرت را نمی‌فهمد و نه تحمل می‌کند. اوایل قرن 12 هجری اصفهان هنوز با شکوه بود، اما زیر این زیبایی ترک‌ها شروع شده بود. شاه سلطان حسین پادشاهی مهربان، آرام و مؤمن بود، اما در هنر فرمانروایی ناتوان. او به جای نظم دعا را جایگزین کرد، به جای تصمیم تعلل، به جای اقتدار بخشش بی‌حساب. وقتی محمود افغان یکی پس از دیگری دروازه‌های کشور را گرفت، شاه هنوز امیدوار بود که مشکل خودش حل شود. محاصره اصفهان ماه‌ها طول کشید. مردم گرسنه بودند. شهر در آستانه فروپاشی بود، اما شاه هنوز به وعده‌ها و توهم امنیت دل بسته بود. در نهایت او تاج را با دستان خودش تحویل دشمن داد و این لحظه‌ای بود که تاریخ با صدای بلند اعلام کرد: امپراتوری‌ها با شمشیر سقوط نمی‌کنند، بلکه با ضعف فرمانروایانشان. از این واقعه 3 درس بزرگ می‌ماند. درس اول، قدرت بدون اراده فقط یک تاج خالی است. مهربانی بدون قاطعیت رهبر را نه محبوب بلکه بی‌اثر می‌کند. درس دوم، مشکلی که نادیده گرفته شود بزرگتر برمیگردد. دشمنی که جدی گرفته نشود روزی دروازه‌ها را می‌شکند. درس سوم، فروپاشی همیشه از درون آغاز می‌شود. افغان‌ها صفویان را شکست ندادند. این ضعف، تردید و توهم بود که امپراتوری را از پا انداخت. تاریخ هشدار می‌دهد اگر خودت جای خطر را تشخیص ندهی، خطر خودش تو را پیدا می‌کند.